آخر تابستون صابونه های ماینکرافتی درست کنیم. من نمیخوام برم مدرسه، ولی واقعا صابونه ماینکرافتی؟ آره بریم ببینیم میشه یا نه. بزن بریم. همونطور که میبینین من با قالب مربع شروع کردم، دیدم نشد، خودم با دست نشستم اینا رو یکی یکی برش زدم. خیارا رو گذاشتم روی اون الگوی اولی که برای خودم ساخته بودم که یه مکعب 1.5x1.5 بود احتمالاً و ساختمشون. این از خیارامون. حالا شما از هر چیز دیگه میتونین استفاده کنین. رسیدیم به گوجه ها. گوجه ها رو هم برش میزنیم و میخوایم همه چیز رو مربع کنیم تا بتونیم استفادهش کنیم دیگه. الان گوجه ها رو مربع میکنم و از الگوی خیارم استفاده میکنم. از همه راحت تر خیاره بود. حالا گوجه ها رو هم میریزم، یه چند تا بلاک میسازم در واقع و اونا رو هم میذارم. نوبت طالبی که نمیدونم اسم این میوه هم چیه، خربزه نیست، فکر کنم احمدی ما بهش میگیم تو شیراز، و اونو هم برش زدم بر اساس الگویی که داشتم. یکم دیدم خوب در نمیاد، دوباره رفتم آوردمش. اینم میوه‌ایه که داشتم ازش برش میزدم که اگه اسمشو میدونین تو کامنت ها بگین. خیلی شیرین و خوشمزه بود، خوردم ازش، عالی بود، عالی. و اینم از بلاکایی که ساختم. نوبت هندونه داغونمه که افتضاح بود، از هر طرفش میخواستم ببرم نمیشد و میبینین که از وسط همش پاشون بود. نمیدونم چرا انقدر کیفیتش بد بود. با بدبختی چند تا دونه درست کردم. و پنیرتون باید پنیر سفید باشه، مگه سیاه هم داریم؟ نه منظورم اینه پنیر خامه‌ای نباشه. از پنیر سفید استفاده می کنم که بشه برشش زد و اون رو هم بر اساس الگوی خیار برشش میزنم. در واقع همشون رو مکعب می برم. مکعب رو می سازم و می زنم کنار هم. لا نگاه کنی چه خوشگلی شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بریم ببینیم دنیس خوشش میاد یا نه. بریم حالا تستش کنیم. چه باحالی، چه خفن شد. البته این نون پنیره دیگه و براتون توضیح دادم چه جوریه، ولی به نظرم جالبه برای روزهای آخر یکم روحیه بدیم بهشون. بخور مامان جون. پنیره دیگه. وقتی هندونه رو ماینکرافتی میخوری چطور بود؟ پنیره. بچه حتما امتحانش کنید.